خب لطفاً به 30217 پیامک بفرستین، توی نظرسنجی مشارکت بکنید و بگید که در صورت وجود داروهای مشابه انتخاب شما برای درمان کدام است؟ آیا داروهای داخلی و وطنی رو انتخاب می‌کنید یا احیانا داروهای خارجی رو؟ بعد از گفتگو با مهمان بخش اول متوجه شدیم که داروی سینووکس یک دارویی هستش که ما در داخل کشور تولید کردیم برای بیماری MS و حالا می‌خوام راجع به موضوع کمی تخصصی‌تر صحبت بکنیم. این تصورات ما راجع به این دارو درسته یا غلطه؟ به خاطر همین ما امشب دعوت کردیم از خانم دکتر هاله حامدی فر، ایشون متخصص تولید داروهای بیوتکنولوژیک هستن و مدیر پروژه تولید داروی سینووکس. سلام خانم دکتر، شب بخیر، خوش اومدید. به نام خدا، سلام به شما و هموطنان عزیزمون که بیننده این برنامه است. خیلی متشکرم. خانم دکتر، قبل از اینکه راجع به این دارو صحبت بکنیم و حالا تصوراتی که راجع بهش هست، خب راجع به MS حرف بزنیم. به من بگید که آیا در یک قشر خاصی یا یک سن خاصی MS بیشتر نمود داره، یعنی بیشتر پیدا میشه؟ آیا ژنتیکیه؟ چه کسانی بیشتر مبتلا به MS میشن؟ ببینید، بیماری MS یه بیماری ایدیوپاتیکه، یعنی بیماری هستش که عامل اصلی بیماری هنوز مشخص نشده. ولی بر اساس مطالعاتی که انجام شده این بیماری قشر جوان هستش و در کشور ما در حقیقت متوسط سنی ابتلا به بیماری MS 27 ساله. آمار دقیقی از تعداد مبتلایان به MS توی کشور ما وجود نداره، ولی حدس و در حقیقت برآوردهای حدودی که انجام میشه بین 50 تا 60 هزار بیمار MS ما باید در کشور داشته باشیم. در شهر تهران مطالعه انجام شده و مشخص شده که از هر 100,000 نفر جمعیت تهرانی 50 نفر مبتلا به MS داریم. از هر 100,000 نفر 50 نفر. ولی بیماری MS بیماری به قول معروف قشر سرآمده، یعنی بیماری که متوسط تحصیلات بیماران MS خیلی بالاست. خب بیماری تحصیل کرده چه ربطی میتونه داشته باشه؟ هنوز نشده ربط این پیدا کنیم، یعنی همینطور که بهتون میگم چون علت بیماری مشخص نیست، فقط داده های در حقیقت اپیدمیولوژیک داره از جمعیت بیماران جمع میشه، ولی ارتباط مستقیمی نشده جمع کنه. خیلی حرف عجیبیه، یعنی که هر چه سر تحصیلات بالاتر رفته تعداد بیماران MS هم رفته نه، بالاتر؟ ببینید نمیشه اینو به اینجوری گفت. میگم بیماری MS بیماریه که بیشتر شیوعش تو قشر تحصیل کرده است. یعنی افرادی که هستن معمولا افراد تحصیل کرده هستن. حتی بعضیا معتقدن که بیماریه که مثلا کلا به قول معروف اونهایی که بهترن، مثلا میگن توی خانواده اگر 3 تا دختر داشته باشن اگر قرار باشه یکیشون MS بگیره، اون که از بقیه زیباتر MS میگیره. بنابراین بچه‌های باهوشی هستن و در حقیقت با پتانسیل های خیلی بالا که در سنین جوانی مبتلا به این بیماری میشه. اگه حوصله ندارید برای کنکور درس بخونید، میتونید همین رو بهانه بکنید الان ما بگید چون بیماری قشر سرآمده ما درس نمیخونیم. شوخی کردم. خب خانم دکتر، آقای بیات مهمونم نکته جالبی رو گفت که من از بیماران MS متعددی شنیدم. تشخیص بیماری انگار سخته، یعنی پایشون خواب میره، خودشون گفتن دستشون گاهی درد میگیره و حالا چیزای دیگه بیمار مشابه میگن. واقعا چه دلیل داره که نمیشه فوری تشخیصش داد؟ ببینید، البته واقعیتش اینه که الان در شرایطی که ما الان داریم صحبت می‌کنیم روش‌های تشخیص اینقدر پیشرفته شده و متخصصین مغز و اعصاب کشور ما اینقدر در حقیقت سطح تخصصیشون و اشرافشون به بیماری بالا رفته که من فکر نمی‌کنم واقعا ما مشکلی از نظر تشخیص داشته باشیم، چون که در حقیقت مراکز MRI خیلی قوییم داریم که اینا با انجام MRI و تست‌هایی که خود پزشکان MS تو این زمینه تخصص دارن این بیماری رو تشخیص میدن. یعنی در حقیقت الان مشکلی روزمره‌مون نیستش. این خیلی مهمه، بخاطر اینکه واقعا بیماری پیشرونده است. یهو خودت می‌بینی که خیلی پیشرفته نمی‌تونی جلوشو بگیری. و نکته دیگه که نمیدونم تایید می‌کنید یا نه، MS رو اونجا هم گفتم هر جایی که بفهمیم دچارش هستیم میتونیم کنترل کنیم. ببینید، اصلا داروهایی که در بازار دارویی دنیا وجود داره برای بیماری MS عمدتاً داروهای کنترل کننده بیماری هستن. چون ببینید کلا بیماری رو میشه درمان کرد که شما علتش رو بدونید. وقتی ما بحث اینو میکنیم که علت بیماری هنوز کاملا مشخص نیست، بنابراین درمان قطعی نمیشه رفت سراغش. اون چیزی که از ما کنترل میشه و از پیشرفت بیماری جلوگیری میشه. خانم دکتر، نظرسنجی مشارکت کنید، شما داروی ایرانی انتخاب کنید داروی خارجی؟ صادقانه من واقعیتش اینه که ببینید من بحث ملیتی رو راجع به دارو به دلیل اینکه تخصصم هست و کار در حقیقت تولید دارو انجام میدم رد میکنم. به نظر من اصلا تقسیم دارو به ایرانی و خارجی یه تقسیم بندی درستی نیست. خارجی کدوم شرکت، آیا شرکت اصلی
تولید کننده هست، یا مثلا فرض کنید الان یک سری دارو نمیدونم از آرژانتین، اوروگوئه، نمیدونم کشورهایی که ممکنه خیلی صاحب نام در زمینه تولید دارو و تکنولوژی هم نباشن وارد میشه. آیا اینها رو هم میخوایم ببریم تو کاتگوری خارجی ها قرار بدیم؟ و از اون طرف آیا وقتی میگیم داروی ایرانی، ما 80 شرکت داروسازی داریم در کشور، آیا همشون مورد تایید و همشون سطوح مختلفی از کیفیت رو رعایت میکنن. البته الان در کل صنعت داروسازی ما نگرش کیفی خیلی بالا رفته، ولی من واقعیتش اینجور دسته‌بندی رو لحاظ نمی‌کنم. حالا شاید به دلیل اینکه کار تخصصیم این هست، نگاهم با کل جامعه شاید این مقدار متفاوت باشه. فکر کنید نگاه کل جامعه چی باشه؟ فکر کنید نتیجه نظرسنجیمون چی بشه؟ نتیجه نظرسنجی شما این هستش که به نظر من بیشتر داروهای خارجی رو انتخاب می‌کنم. خب حالا یه دارویی پیدا شد مثل سینووکس برای مبتلایان به MS که خب یه کسی ازش استفاده کرده به نمایندگی از مبتلایان و میگه خوبه. یه خود راجع به این دارو برام توضیح بدید. چجوری می‌خواید اینو ثابت بکنید که نظر مردم رو جلب بکنید که خارجیشو نه ایرانیشو انتخاب کنید؟ البته ما این اثبات رو واقعیتش از 5 سال پیش شروع کردیم، چون داروی سینووکس الان 5 سال هست که در بازار دارویی وجود داره، ولی مراحلی که طی میشه که ما کلا از نظر علمی ثابت کنیم که این دارو مشابه اون داروی اصلی هست. این مراحل مختلفی هست. از نظر مولکول پروتئینی این دارو ما کاملا باید به اثبات برسونیم به روش‌های آزمایشگاهی که از نظر شیمیایی و بیولوژیکی کاملا خواص همون مولکول مرجع رو داره. بعد مرحله بعدی فازهای قبل از کلینیکی هست که مطالعاتی هست که مثلا بر روی حیوان‌های آزمایشگاهی انجام میشه. همه این مطالعات اگر تایید کرد که دارو مشابه داروی خارجی هست، تازه وارد فاز مطالعات بالینی میشه. یعنی ما مجوز میگیریم که تحت نظر یک مرکز تخصصی یه سری متخصص این دارو رو با داروی مرجع روی یک جمعیتی از بیماران مقایسه کنن و مرتب این بیماران رو تحت نظر داشته باشن که هم از نظر عوارض جانبی و هم از نظر اثر بخشی براشون اثبات بشه که این دوتا دارو مشابه هستن. و اون وقت شما الان ایشون به عنوان یک کسی که این دارو تجربه کرده بود گفتش که سینووکس در واقع همون مشابه است. اگر همون خارجی وارد ایران بشه، مال کجاست اون دارویی؟ آمریکایی. اگر اون وارد کشور ما بشه، فکر می‌کنید که توی بازار رقابتی کدومش ببرن؟ الان اون دارو در کشور ما وجود داره، یعنی هیچ وقت منعی برای این دارو وارد کردنش حتی توی این 5 سالی که حتی داروی داخلی هم وجود داشته، این دارو حتی تعرفه گمرکی، چون ما بعضی موقع میگیم وقتی محصول تولید داخل داره تعرفه گمرکی به وارداتش تعلق میگیره، تعرفه گمرکی هم بهش تعلق نگرفته، حتی از یارانه دارویی کشور هم بهش کمک شده. ولی خب به هر حال تو بازار رقابت به دلیل اینکه خب قیمت بالاتری داشته و از طرفی با قیمت بالاتر نتونسته مزیت کیفی نداشته، چون داروی سینووکس کاملا مشابه داروی آمریکایی بوده، در حال حاضر الان 85% بیماران دارن داروی سینووکس مصرف. 85% بس مردم در واقع اعتماد کردن به که این داروی بهتری هستش. بعد یه خود راجع به خود بیماری مثلا به ما اطلاعات بدید. این بیماری خیلی میگن بیماری اختلالات شناختیه، نمیدونم این چقدر درسته. یعنی که اینجور که این دوستمون گفت ما بریم پیش دکتر مغز و اعصاب، بعضی تصور میکنن که ما دچار بیماری‌هایی هستیم که مثلا مشکل روحی خواهیم داشت یا چیزایی از این دست. این چقدر درسته؟ این باورهای غلط مردم. ببینید واقعیتش اینه که این بیمارا یه مقدار زیادی تحت فشارهای فرهنگی قرار میگیرن، ولی اصلا این بیماری شناختی نیست. البته در خصوص بیماری MS اگه بخواید اطلاعات خیلی تخصصی به بیننده‌هاتون بدین، باید یه بار یک برنامه با یک متخصص مغز و اعصاب داشته باشین. من در حد اطلاعاتی که به عنوان یک داروساز دارم، این بیماری یک بیماری اختلالات حرکتی هستش و بیمار دچار اختلالات حرکتی میشه. هیچ مسئله در حقیقت شناختی، ارتباطی، هیچ گونه مسائل اینجوری به هیچ عنوان این بیماران ندارن. و تازه مسئله اختلالات حرکتی هم، حالا بحثی که ایشون داشتن در حقیقت موردی که به فیلم تلامس در حقیقت وارد بود و ایشون در بیمارای MS معمولا روش اینه که این بیمار از زمانی که بیماریش تشخیص شد موقعی که اومد خونه با ویلچر اومد، در صورتی که این اتفاق قرار نیست برای بیمار MS به این زودی بیفته، یا برای خیلی از بیمارای MS اصلا این اتفاق ممکنه اصلا نیفته.
اگه بیماریشون رو کنترل کنن، اگر در حقیقت بتونن روحیه خیلی خوبی داشته باشن، اگه بتونن با بیماریشون خوب کنار بیان، ممکن اصلا این اتفاقا براشون نیفته. برای همین هست این چهره‌ای هست که اونا دوست ندارن از یک بیمار MS توی جامعه وجود داشته باشه به عنوان یک کسی که بلافاصله قرار دچار ناتوانی بشه. درسته. بعد نکته آخر، شما به عنوان یک داروساز چرا بیماری MS رو انتخاب کردیم برای اینکه حالا برید سمت تولید دارو براش؟ زمانی که حدود 10 سال پیش ما بر اساس کار تخصصی که بلد بودیم خواستیم که داروهای بیوتکنولوژی که در کشور تولید کنیم، اولویت هایی که وجود داشت در وزارت بهداشت به دلیل اینکه حجم زیادی از یارانه دارویی و ارزبری کشور صرف داروهای MS میشد و همیشه این بیماران همطور که دیدید یکی از مشکلاتشون کمبودای دارویی، نبودن دارو تو بازار به دلایل مختلف چون وارداتی بود. به همین دلیل ما در حقیقت خواستیم که به یه نوعی بتونیم این مشکل رو حل کنیم تا همون فرمایش مقام معظم رهبری که میگن به روزی برسیم که دغدغه توی خونه‌ای که بیمار داره فقط بیمارداری باشه و هیچ دغدغه دیگه‌ای نداشته باشه. ان شاءالله که این روز برسیم. خیلی ممنونم خانم دکتر، لطف کردین که امشب اومدین به برنامه ما. به هر حال یک دکتر متخصص و یک بیمار مبتلا به MS داروی سینووکس رو تجربه کردن و گفتن که خوبه. ان شاءالله که اگه شما احیانا دچار بیماری هستی از این دارو استفاده بکنید و ازش راضی باشید. متشکرم که ما رو نگاه کردید. شب خوبی داشته باشید. ای کسی که تکیه به تو مایه آرامش رو به ما هدیه کن. شب بخیر.